خب بچه بریم ببینیم برنامه‌مون برای پول در آوردن با ترید و این دوره آموزشی چیه. یعنی یه برنامه کاملا هدفمند داریم که در نهایت برسیم به یک جریان درآمدی. الان میخوام بهتون میگم که قراره چی کار بکنیم و در نهایت قراره به کجا برسیم. ببینید دیدگاه من خب توی ترید اینه که اول از همه اولویتمون حفظ سرمایه است. یعنی تو این چرخه‌ای که دارین با من میرین جلو، از انتخاب بازار تا انتخاب روش درآمدی که قرار داشته باشیم، جوریه که شما قرار پولی رو از دست ندید. خب یا در نهایت یه پول خیلی کم، یعنی دیگه ته بیشترین ضرری که شما کرده باشین مثلا اینا حدود $300 باشه. خب پس دیدگاه من اینه که با کمترین سرمایه و کمترین میزان از دست دادن پول به اون درآمد خیلی زیاد و خوبمون برسیم. و دیدگاه تریدیم هم دوباره این شکلیه که اولویت حفظ سرمایه است و سود کم و ساده. یعنی اینکه ما دنبال اینیم که سرمایه رو نگه داریم و آروم 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 رشدش بدیم و نه سود کردن خیلی زیاد، نه اینکه یعنی درصد خیلی زیاد. حالا بهتون میگم سود کم که دارم میگم از نظر درصدیه، نه از نظر میزان پولی، وگرنه با این برنامه‌ای که میخوامتون بدم با همون سود کم پول خیلی زیادی در میارین. خب و از اونجایی که سودی که میخوایم بگیریم درصدش درصد خیلی زیادی نیست، به دست آوردنش هم خیلی ساده تره. و جذب حد اکثری سرمایه یعنی چی؟ یعنی که آقا هدف من برای شما و کاری که خودمون هم داریم انجام میدیم اینه که فقط همینجوری هی بیایم سرمایه خودمون رو افزایش بدیم، اون سرمایه تحت کنترل توی تریدمون رو افزایش بدیم که با یک میزان سود کمی هم که رو همون سرمایه بزرگ بگیریم یه عدد خیلی زیادی واسمون باشه. یعنی الان هدف ما این نیست که مثلا با $500 شروع بکنیم، این $500 رو بکنیم $1,000,000. خب بهتون میگم قراره چی کار بکنیم. دنبال سود مرکب در واقع نیستیم بگیم آقا یه $100 $200 $300 بذاریم حالا همین چند صد درصد روش سود بکنیم و سود با سرمایه کم پول خیلی زیادی در بیاریم. خب این سرمایه کمی که دارم میگم سرمایه شما نیست، جذب سرمایه است، یعنی اصلا سرمایه شخصیتون نیست. ببینید جذب سرمایه چیه؟ تو کانال راجبش حرف زدم، توی اینستاگرام راجبش حرف زدم. همون جذب سرمایه از پرافرما، اون شرکت هایی که ما میتونیم ازشون سرمایه جذب کنیم. پس هدف ما اینه که بیاریم سرمایه زیادی از اونها جذب کنیم و یک سود کم مستمری رو ازشون بگیریم که همین میزان سود کم پول خیلی زیادیه واسمون. ببینید چرا من دارم میگم که نیاز نیست کل بازار رو بفهمیم، نیاز نیستش که سودهای چند صد درصدی بکنیم ولی در این حال بتونیم با این سود از نظر درصدی کم پول زیادی در بیاریم. الان منطقش اینجاست. تارگت گذاشتم واسهتون که شما درآمد ماهانه حداقل $5,000 داشته باشین. خب حالا ببینیم با کدوم یکی از سرمایه‌های زیر راحت‌تر میتونیم به عدد $5,000 در ماه برسیم. اگر که سرمایه اولیه‌مون $1,000 باشه، خب ما باید پولمون رو هر ماه 6 برابر بکنیم، $1,000 رو بکنیم $6,000 که $5,000 رو برداشت بکنیم. نیاز به یک علم خیلی زیادی داره که اصلا هر کسی، اصلا من ندیدم خودم شخصا، شاید یه افرادی باشن که دارن هر ماه این کار میکنن ولی من خودم ندیدم حضوری با اسناد با مدارک همچین چیزی. حالا بیایم فرض بکنیم که سرمایه اولیه‌ای که داریم، اون سرمایه که حالا جذب کردیم از همون پرافرما $10,000 باشه. خب اگر که بخوایم هر ماه $5,000 درآمد داشته باشیم، خب ما عملاً باید هر ماه حداقل 50% سود بکنیم روی اون. حالا فرض میکنیم که کل سودش خودمون داریم برداشت میکنیم، حداقل باید رو سرمایه $10,000 50% سود بکنیم که بشه $15,000. تازه بتونیم $5,000 رو برداشت بکنیم که باز دوباره 50% سود کردن هم کار سختیه، شدنیه اما کار سختیه. خب و کار مستمر نیست تو هر ماه 50% سود بگیری از بازار. خب حالا فرض کن که سرمایه ما چقدره؟ سرمایه ما $100,000. خب اون سرمایه که از پرافرم جذب کردیم رسونیمش به $100,000. الان بخوایم از این $100,000 $5,000 سود بکشیم بیرون، بعد فقط 5% سود بکنیم. خب و حالا فرض بکن که اصلا سرمایه که ما از پرافرم جذب کردیم الان رسیده به $200,000. خب و عملاً ما 2.5% هر ماه سود بکنیم، هر ماه $5,000 درآمد داریم. خب
پس تارگت ما اینه که اول از همه سودده بشیم با استراتژی معاملاتی که بهتون یاد میدم. بعد از اینکه سودده شدیم هی بریم سرمایه‌مون رو افزایش بدیم که این یک قلقی داره، خب که این قلقش رو توی ویدیوهای جلوتر بهتون یاد میدم. و شما برای شروع نهایت به $300 سرمایه اولیه نیاز دارید. یعنی نهایت پولی که شما قراره که مثلا به پرافرم بدی $300. بعد با اون چرخه که بهت گفتم دوباره با همون سود کم 2%، 3%، 2%، 3%، طی یه بازه زمانی با اون چرخه که بهت میگم سرمایه‌ای که از پرافرم درآوردی رو با همون $300 سرمایه اولیت می‌کنی $200,000، می‌کنی $500,000. و وقتی که مثلا برسی به $1,000,000 تو هر ماه فقط 1% روش سود بکنی میشه ماهی $10,000 درآمد. خب 1% سود کردن 2% سود کردن واقعا کاری نداره. یعنی اصلا خیلی از افراد هستن که تریدرایی هستن که دارن سر به سر حسابشون سر به سره، میره رو مثبت 5 میاد رو -5، میره رو مثبت میاد رو -5. خب رو سرمایه زیاد هر وقت اومد رو مثبت 5 دور برداشت سود میکنه، دوباره حسابت مثلا بشه همون حساب اولیه، حالا یه ذره میاد پایین، حالا دوباره رفت چه من مثبت 5 برداشت میکنه. که تازه من دارم میگم مثبت 5 هم نه، با اون روشی که من بهتون میگم شما هر 2 هفته یک بار یا 1% سود یا 2% سود برداشت میکنید از پرافرم. هر 2 هفته یک بار فقط 1 یا 2% سود. خب و در نهایت بعد از چند ماه سرمایه‌تون رو می‌رسونید به همین $200,000 که شما هر هفته تقریبا 1%، 1.5% سود بگیرین، هر 2 هفته یک بار 1.5% سود برداشت بکنید میشه همون $5,000 که دارم بهتون میگم. خب برای همینه که نمیخوام بیام 0 تا 100 بازار رو یاد بدم که از هر 1000 نفری که وارد میشن یکیشون بتونه ماهی 50% سود بکنه رو حساب $10,000 که بشه $5,000. چون میخوام منطقی رو یاد بدم که باش بتونی چالش رو پاس بکنی، بعد ریسک تو بیاری پایین، هر 2 هفته با 1% یا 2% سود برداشت بکنی از پرافرم و $5,000 درآمد داشته باشی و درآمدهای بیشتر. یه چیز منطقی، یه چیز عملی، یه چیزی که عموم افرادی که با من دوره رو میدن بتونن یه درصد خیلی بیشتریشون نسبت به حالت عادی بتونن پول در بیارن. و این چرخه درآمدی از پرافرم که واسط ثروت میسازه. یعنی مثلا به جایی میرسی خب که تو داری چه میدونم ماهی $30,000 $40,000 داری برداشت میکنی از پراپات و دیگه اصلا واسط مهم نیستش که بری اصلا هر ماه 3 تا حساب 4 تا حساب مثلا $200,000 چالشش رو بخری، هر کدومشون $1,000 تقریبا 200,000 تایی ها، و با ریسک زیاد بری روشون 3 تاشون اصلا بپرن فقط یکیشون بگیری که به این سرمایه اضافه کنی، اصلا حسش نمی‌کنی، اصلا به یه چرخه درآمد ثروت ساز میرسی اصلا با این قضیه. فقط یه ذره صبر نیاز داری دیگه. از اون $10,000 شروع میشه با اون چرخه‌ای که بهت میگم، اینو با خود سودی که از پرافرم میگیری و همزمان هم تازه داری مقدارش رو ذخیره میکنی و یه مقدارش هم داری رفاه زندگی رو بیشتر میکنی، سرمایه‌ت رو میبری بالا تا $1,000,000 و اصلا بازی تغییر میکنه. این اون منطقیه که ما داریم و آموزشی که بهتون میدم، استراتژی معاملاتی که بهتون میدم باید جوری باشه که مناسب پرافرم باشه. یعنی سود خیلی زیادی رو نمیخواد ولی از اون طرف باید افت حسابش ضررش کم باشه که بتونید سرمایه جذب کنید و سرمایه‌تون رو حفظ کنید و نگه دارید و به این چرخه درآمدی برسید. و همین دیگه. پس کسی که قراره که مثلا ماهی 2% سود بگیره خب واقعا نیاز نداره خدای این بازار باشه، یعنی همه چیزو بدونه. با من بیه جلو همون رو بهش میرسی. اون 8% و بعد ببین من دارم میگم ماهی 2% سود به این معنی نیستش که استراتژی معاملاتی که میخوام یاد بدم داره ماهی 2% سود میده که نه. اصلا استراتژی معاملاتی که بهت یاد بدم تو هر ماه میتونی باش چالش پاس بکنی. خب بس اینه که اون حالت حرفه‌ای، اون حالت عملی، اون چیزی که من دارم تو تجربه ازش استفاده میکنم، خودمون داریم باش کار میکنیم، اینه که کار با پرافرم به این نیستش که تو حساب $10,000 بگیری یا حساب $50,000 بگیری بشی تاپ تریدر پرافرم و حالا مثلا از اون $3,000 $4,000 $5,000 برداشت بکنی. قلق پول درآوردن از پرافرم اینه که فقط سرمایه‌ت رو زیاد بکنی و مستمر هر 2 هفته ای بار 1% 2% سود ازش برداشت بکنی. این کاریه که افرادی که بیشترین سود رو تا الان توی دنیای پرافرم از شرکت پرافرم درآوردن، بالای $5,000,000 بعضیشون پول درآوردن از این قضیه، دقیقاً همینجوریه. هر 2 هفته بار 1% 2% سود برداشت می‌کنن. این کار تحقیق شده و تست شده است. پس این شد روش درآمدی اون بچه‌ها. همین بریم که دیگه شروع کنیم آموزش‌ها رو.